اینجا که امنه، اونجا که پلیس وایستاده، اونجا که دوربین کنترل سرعت یادم بمونه. خب دیگه حل گلی. میگم خانه پسر داری چی کار میکنی یه ساعته؟ خانه پسر دارم کل جاده رو با دوربین رصد میکنم ببینم پلیس و دوربینای کنترل سرعت کجاهاشه. اینطوری میتونیم کلی خلاف کنیم آقا پلیس نفهمه. حالا دوزارید افتاد؟ بله. خب پس بزن بریم. داداش اینجا سبقت ممنوعه که تو هم داری سبقت میگیری هم داری 140 تا میری. خب ابله جانم یه جاده رو خاله پسر قبل سیاحت کرده. این طرف نه دوربینی از نه پلیسی. هورشو ببر. حالا دیگه باید اینجا رو شلش کنیم که منطقه دوربین کنترل سرعته. آقا دوربین ما رو ببین چقدر یواشی. خب خاله پسر از منطقه ممنوعه دیگه رد شدیم. صف بشین که بریم. مرکز وانت آبی به شماره 56 لام 723 ایران 44. حرکات خطرناک سبقت غیر مجاز. دستور توقیف. اوه خانه پسر جلوتر پلیس وایساده و خیته. باید یواش کنیم و ادای بچه خوبا رو دراریم. عجیبه چرا جلومونو گرفتن ما که کاری نکردیم. جناب سروان ما که خلافی مرتکب نشدیم. متاسفانه شما در طول مسیر بارها و بارها سرعت غیر مجاز و سبقت غیر مجاز مرتکب شدیم. جناب سروان ما دست از پا خطا نکردیم. شما جسارتا علم غیب که ندارین احیانا مدرکی هم ندارین. درسته؟ مدرک؟ پس بفرمایید ملاحظه کنین خودتون. ببینم. خاله پسر بدبخت شدیم. کل خلافمون رو با پهپاد فیلم برداری کردن. جناب سروان ببخشید. هر تصادف در جاده ها ناشی از یک خلاف رانندگی است. تمام دغدغه پلیس حفاظت از جان شماست. پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا.